اندک بسیار در یک حالت جوانی خدای مهربان که به نزد خودش برد، جانش که قبض کرد، امانتش که گرفت. امروز الله برکت که این اهل خانواده را که او را به نیکی یاد میکنند، احسان میکنند، خیر میکنند. وظیفه ما همین است که دعا کنیم که خدای مهربان این خیرها و این احسانها را به روحش رسانند، روحش از اهل خانوادهش و نزدیکاش خدای مهربان راضی گردانند. و الله مهربان دعا کنیم که خداوند توفیقهای ما و شما را رفیق کند، چگونه که در مصرعها گوش کردیم که برای ما و شما مردن هر کدام اینها عبرت است، درس است. در نظر پیش نظر ما باید مرده های ما و شما، مرگ های ما و شما هم نمایان باشد. الله مهربان دعا میکنیم که خداوند خانه قبرش به روضه از روضه های جنتش مبدل گرداند. باقی مانده برادرها داره، اولادا داره، نزدیکا داره. خدا همه اینها را هم عمر دراز و ایمان کامل و سعادت دنیا و آخرت نصیبشون گرداند. برادرای عزیز و خواهرای خیلی گرامی، یک حدیثی داریم از پیامبر بسیار نازنین مان که این آفتاب تابان میفرمود که این مما یلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته. برادرای خیلی گرامی، بسیار یک موضوع خوبی همین حدیث پیامبر است. حضرت میگد میدانید که بعد سر شما بعضی عملهای شما را در خانه قبر دستانه میگیره. یعنی در خانه قبر ما عملهای به دست مادرای عزیز و برادرای خیلی گرامی که در خانه قبر ماها را یاردن میکرده، ماها را دست ما میگرفته، گوییم که یک راحت خانه قبر ما بوده. حضرت گفتن از اینها حتما برخوردار شوید، زیرا که گوییم حتما ما و شما هم یک روز یک ساعت داریم که به این خانه قبر می رویم. و عزیزای خدا می گفتن که در اینجا کار، در آنجا نخل بردار. ما از اینجا می توانیم که اونجا را آباد کنیم. یکی از اون عملها چی بوده است؟ گفته است علما علمه و نشره. کسی که در دنیا علم میگیره و علم شب به دیگرها تقسیم میکنه. یعنی نفرهای داره ما، چه از مردها و جوانها و چه از خواهرها و مادرها هستند، نفرهایی که علم دارن، علم گرفتن، بازم این علمهاشون با دیگرها تقسیم کردن، یعنی تعلیم دادن. پیامبر نازنین گفتن که انمین علمی را که تو گرفتی و با دیگرها فهمانیدی، تقسیم کردی، این برای تو در خانه قبر یک راحت و یک یاردمچی در پهلوی تو در خانه قبر است. این یک. دوم گفتن اولدن صالحا ترکهو. کدام در دنیا اگر فرزند صالح میگذاره و خودش خانه قبر میرود، این فرزند صالح هم، برادرها و خواهرای عزیز، این فرزند صالح هم معنای همون اوله که برای شما در خانه قبر یگان مشکلات انشاءالله شما را هیچ وقت گوییم که نزدیک نمی شود، یگان سختی بالا تا نمی آید اگر شما در دنیا فرزند صالح گذارین و بعدا خانه قبرتون برید. یعنی اینها چیزهایی هستند که ما را آگاه کرده که این کارها را بکنه که روزی می شود که اگر ما مقصد اینها را نکردیم، خانه قبر رفتیم، خواهی نخواهی اونجا دیگر پشیمانی برای ما و شما هیچ سودی ندارد.
هیچ معنی هم نداره. میگه فرزند صالح گذار، فرزند گذار که مقصد از پشت تو بار یادش بزنی. فرزند باشد که همین صبح که دمید دانکی هاست باید نماز بامداد بخوانی، پیشین کشید بفهمه نماز پیشینه. فرزند باشد که روز ده حد یقل یک پاره قرآن بخونه. یعنی در خانه ما و شما وقتی این گونه فرزندای خوب، فرزندای نیک وقتی باقی مانه و خانه قبرم که بریم، اکو گپ در اینه که مردن این حقه برادر عزیز. این جای دیگر گوییم جای ناراحتی و جای ناراضگی نیست. لیکن وقتی اگر من در پشتم همین ها را گذارم، برای من مردن یگان خوفی نداره، من یگان غمی هم ندارم که انشاءالله وقتی این کارها را کردم خیلی که در همین دنیا راحت داشتم میگشتم، همون قبر من برای من همین خیل می شود. میگه دویم فرزند صالح را میگه وقتی که شما باقی میمونید. سیوم پیامبر نازنین گفتن که او مصحفا ورثه، کسی مال دارد، ولی یک زمان همین چیزا بسیار رواج بود، پول دارد، با پول و با مالش قرآن میخره و مردم تقسیم میکنه. در هر دستی نفری قرآن خانه وقتی قرآن یک نفر هست و هر گاهی که او را تلاوت میکنه، این یاردم و فایده برای همون نفری است که این قرآن رسانیده. ما در هم دورهای خطیبیمون مردم کراپکه میوردن میموندن، همین را مقصد در مردم تقسیم کنین، در مردم تقسیم کنین. خدا رحمت چون کنه کدامش مرده باشم، کدامش زنده هم باشد، برای زنده هم فایده داره، برای مرده هم که باشد انشاءالله به عدد هر حرف او در پیش الله مهربان او پاداش میگیره. دیگر عملی را که پیامبر گفتن بعد سر ختمانین او مسجدن بناهو، کسی که مسجد بنا میکنه، کسی که در مسجد سهم میگذاره، اینها هم خواهرها و مادرای عزیز، اینها هم گویم که همون دستش میگرفتگی در خانه قبرش است. دیگر چیزی را که حضرت گفتن او بیتن لی ابن سبیل بناهو. اگر در این تاجیکستان ما نیست، ما در خارجا بودیم، در اونجا میدیدیم مهمان خانه های بی پول بود. مهمان خانه هایی که میرفتی بی پول خواب میکردی، بی پول شب میگذرونی، بی پول خوراک میخوری، همش از حساب همون نفری که امکانیت و دولت و ثروت داشت این کار میکرد برای مردم مسافر غریب. پیامبر گفت کسی که همین خیل مهمان خانه بی پول داره که مردم مقصد در اون شب گذرانی میکند، ویم برای فایده خانه آخرت چه. حضرت بعد گفتن او نهرن اجراهو، یا کسی که آب میبراره، کسی آب میبراره و مثال برای هر یک دیه باشد، شهر باشد، برای کجای باشد، وقتی مردم از آب تامین میکنن. هفتم حضرت بعدن اخیرا چی گفتن او صدقتا اخرجها من ماله فی صحته و حیاته یلحقه من بعد موته. گفتن نفری که در دنیا وقتی مبلغ داشت، پول داشت، شرایط داشت، از مالش صدقه میکرد. وقتی که انسانی که از مالش صرف میکنه، صدقه میکند، پیامبر ما گفتن اینم گفتن در خانه قبرش دست او را میگیره. الله رحمت کند. شیخ سعدی را میگفت زر و نعمت اکنون بده کانی توست، که بعد از تو بیرون ز فرمان توست. با دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. حضرت میگفت امروز هر نفری که مبلغ داری و پول داری همش در مقصد تحت کنترلت هست، امروز بکو، با دست خودت بکو، زیرا که روزی که چشم تا پوشیدی دیگر تمام، یعنی اون مال به خودش با صاحب خود چمی آورد، او دیگر مقصد از تحت او دیگر سلطه تو، از فرمان تو دیگر از همه بیرون است. حضرت گفتم با دنیا توانی عقبا خری، همینجا میتونی که تو آخرت بخری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. یعنی نصیحت من میکنه که بخرین میگد، زیرا که شما بعدا پشیمان میشید. الله مهربان توفیق منتهد مادرها و
خواهرای عزیز که هرگاهی که در این خیل محفل ها میشینیم، هرگاهی که یادآور از یک برادر خواهر وقتی ما میشویم، ما حتما باید که همیشه در پیش نظر ما و شما باید ما خودهامان را تصور کنیم که ما هم چه خیلی میمرده باشیم، ما هم احوالمون در خانه قبر چی میشیده باشد. آیا من برای خانه آخرتم چی مقصد پیش دستی کردم؟ ولی در یک حدیث خواندم میگه وقتی که انسان از دنیا میگذشته، قال الناس، ببین مردم می آمده است، چی میگفته است؟ مردم می آمده است میپرسیده چند ساله بود؟ خیر فلان سال. چیکار کرد؟ خیر بیمار شد. چند فرزند داره؟ خیر فلان که فرزند. میگه مردم از دنیاش میپرسه، یعنی ما خلفه چی گذاشته می آدم، از این آدم چی مانده؟ مردم میگه فقط گرد دنیاش میپرسه. لیکن وقالت الملائکه، لیکن وقتی یک آدم از دنیا میگذشته است، ملائکه ها میگه بین خودش چی میگن؟ ما قدمه، این برای خانه قبرش چی رای که باشد؟ یعنی برای اونها دنیا اعتباری نداره. میگد آیا این مقصد حاضر خانه آخرتش میرود؟ آیا دارد عملی که ایرا استقبال بگیرن؟ آیا کرده است کاری را که مقصد در خانه قبرش یگان راحت و یگان لذت و یگان آسایش داشته باشد؟ از این لحاظ حضرت الله مهربان حضرت موسی را چی گفت؟ گفت یا موسی الفقر من الحسنات هو الموت الاکبر. این مرگی که گفت شما را دامنتانه میگیره، این مرگ حتمی است. لیکن وقتی اگر دست خالی پیش من بیای، انا این برای تو مرگ گفت، انا این برای تو مشکلی که وقتی تو نزد من دست خالی بیای. الله مهربان ما را دنیا فرستاد، خواهرها و مادرها عزیز، به مقصد اونه که ما هم عیش کرده بگردیم، اشرت کرده بگردیم، بے پروایی کنیم، بے غمی کنیم. این دنیا برای اون نیست. برای چی الله مهربان میگه که مرگ آفریدم، حیات آفریدم برای آنی که ترا سنجش کنم. یعنی یک زمان ما در این دنیاییم، خواهرها و مادر عزیز، برادرای خیلی گرامی، حاضر هیچ کس نمیدانه. الله میگه 5 چیزی است که بغیر من هیچ کس نمیدانه. یک تشتیه ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا، تو نمیدانی پگاه مرده یا زنده، نمیدانی. ولا تدری نفس بی ای ارض تموت، الله میگه نمیدانی که در کجا ما جانی تو را میگیرم. این چیزا را تو نمیدانی. برای وقتی که نمیدانیم، ما هر زمان باید آمادگیمون برای مرگ باشد. هر زمانی که مرگ به سراغمان آمد، ما باید هیچ وقت مقصد پشیمانی نداشته باشیم. در اخیر یک آیتی که در ذهنم آمد در سوره مؤمنون آیت 99 میگه وقتی انسان از دنیا میگذره، خواهرها و برادرای عزیز، حالا ببین الله را حکایت کیسته میگه قال رب ارجعونی. میگه همین انسان هم میگه گفته وقتی از دنیا میگذشته، بعد میگه الله وقتی که جانش میداده مراجعه میکنه خدای مهربان یک باره که دیگه دنیا بر نمیگردونی. حالا ببینین برادرای عزیز و خواهر، آیا او میگوی که به خاطر که برم در دنیا خانه و در مبینم یا زن و فرزند مبینم یا چی؟ با چی مقصد ای الله بازگشت دنیا را میپرسد؟ با چی مقصد؟ قال رب ارجعونی. ببین الله مهربان اجازتم بده. برای چی؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. خدای مهربان من امروز این حالت دیدم، از داشتگی اعمال پیش تو خجالت دارم، با این اعمال ما در پیش تو نجات نمیابم. خدای مهربان یک زمانه که دیگر رایم نمیکنی که عملهای صالح ما زیاد کنم و بعد جان ما بگیری. الله میگفت از کلا انها کلیمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون. ببین الله مهربان میگه نه، دیگر بازگشت به سوی دنیا نیست. من میدانستم که تو این مراجعت بر من میکنی، لیکن بین تو و بین دنیا پرده گذاشتم که دیگر تو به او دنیا گذشته نمیتونی. به این خاطر مادرها و خواهرای عزیز و برادرای خیلی گرامی حاضر فرصت داریم. ببین امروز خدای مهربان زمین تنیسیت دادایمان، عمر دادایمان، ایرا غنیمت دانیم و ها وقتی که اگر سر در بالین مرگم که ماندیم، دیگر افسوس ای دنیا و افسوس چرا اینا نکردم و چرا او را نکردم، دیگر ای افسوس ها را نکنیم. یک جای دیگه هم شکرگزاری همیه که
شما در بینتون با داعیا و واعظای دارین که گفته هستنتون، آگاهتون که هستن که هم خیلی حالتات در پیش هست. یعنی شما آگاهی دارین، فقط برای شما توفیق در کار که آن چیزی را که شنیدیم عمل کنیم. خداوند ایمانمون کامل کنه، خاتممون به خیر کنه. برادر ما دلاور جان خدای مهربان روحش شاد کنه، قبرش پرنور کنه. هر آدم بی لغزش نمیشه. میگن ناکرده گناه در این جهان کیست بگو؟ آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. در دنیا بی خطا نمیشه آدم، بی لغزش نمیشه. الله را ما دعا میکنیم که لغزش ها و کمبودی ها و خطاهایی که از دادر ما دلاور گذشته باشه با فضل کرمش الله مهربان مغفرت کنه و خدای مهربان همیشه به یک نظر رحمت نگاهش کنه. خانه قبرش هم خدای مهربان آباد کنه، زیبا کنه و جمیع راحت ها را الله مهربان نصیبش گردونه. از او خانومش مانده، از فرزندکاش مانده، از خدا ایارا عمری دراز و توفیق و فرزندکارم الله مهربان در راه درست و در راه نیک نگه داره و جمیع برادراش اولادهاش خدای مهربان ای جمیع آفت و بلا نگهبان باشه. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. سلام علیکم و رحمت الله. الله برکت